ببین دوستاتم اینجا. آخه آیدا جون چه تصادفی. لروکس جون به خود من هیچی نمیدونستم. سلام دمیر. سلام. حالا که اینطوریه بفرمایید با هم شام بخوریم. نه جونم، اونا میخوان کار کنن، کار دارن. نه البته ما مزاحم شما نمیشیم. نه کارمون تموم شده بود، یعنی میتونیم بشینیم. آیدا اما دمیر خان راستش یه چیزایی هست که هنوز باید بهتون نشون بدم. ببخشید ما میریم سر این میز، میشه وسایلمون رو بیاریم؟ البته. ممنون. بفرمایید. بفرمایید. دوبله شده در استودیو جم. یعنی راستش اونقدر هم بد نشده ها، یعنی طوری نیست که نشه بخوری. افتضاح شده، واقعا بد شده، اصلا خوب نشده. تا حالا اینو متوجه شدی که ما دوتامون آشپزیمون افتضاحه؟ اما اگه سعی کنیم مطمئنم میتونیم یه چیزایی رو درست کنیم. باشه، اما اینو فهمیدیم که اون چیز غذا نیست. در مورد کارم که نمیخوام حرف بزنم. ورزشامون هم که با هم خیلی فرق میکنه. راستش خب من کایتم دوست دارم، اما تو از ارتفاع میترسی. من دونده خیلی خوبی هستم، اما تو که آسب داری نمیتونی بدوی. نمیتونیم چیزی پیدا کنیم. آره پیداش کردم، ظرف میشوری. اینطوری که پیش میره شخصیتمون با شستن ظرف کامل میشه. اگه کنار هم باشیم برای من مشکلی نیست. اوف ما نابود شدیم. ای بابا این حرفا رو نزن، این حرفای فرخه. نابود شدی. اصلا یکم سالات بخورم اقلا. آره آردا اون موقع فقط تو کلاسمون نه، تو کل مدرسه مشهور بود. هنوزم همونطوری. نه بابا. یعنی افسانه هنوز ادامه داره. آیدا میخواستم بدونم لروکس تو دانشگاه هم دیوونه بود؟ چون تو دبیرستان خیلی دیوونه بود. یه بار برای اینکه از مدرسه فرار کنه از پنجره آشپزخونه مدرسه رفته بود بالا. اینجوری که تو تعریف میکنی فکر میکنم خیلی دیوونه بودم. بذارین من براتون درست تعریف کنم. قضیه این بود که من دفتر فیزیکمو تو خونه جا گذاشته بودم. خب فهمیدم تو خونه رو یادم رفته، استرس گرفتم. رفتم به مدیر گفتم لطفا بذارین برم خونه برش دارم. اونم گفت دختر به من چه؟ خب یادت نمیرفت اون انقدر خشن بود که. آره سویا خان خیلی آدم بد اخلاقی بود، اما تو به خاطر اینکه بابات عصبانی نشه از پنجره آشپزخونه رفتی بالا. عمو سمی؟ نه جونم، عمو سمی خیلی آدم با نمکیه، یعنی عصبانی نمیشه. احتمالاً عصبانی نمیشد، اما طوری رفتار میکرد که عصبانی شده تا دیگه فراموش نکنه. آره احتمالاً این کارو میکرد. نه جونم، بابایی تو خیلی بد اخلاق بود. یادت اون شبی که اومدیم خونتون مامان بابام آماده نشسته بودن؟ یادت نیست؟ نه. شما رفت آمد خانوادگی داشتین؟ من خونه‌شون خیلی رفت آمد داشتم. خانواده ها میخواستن برای اولین بار با هم آشنا بشن. باید لروکس رو میدیدی، خیلی استرس داشت. اون دوران کلی قانون برای من گذاشت. یه وقت اینطوری لباس نپوشی، موهاتو اونطوری درست نکنی، بابات به هیچ وجه این موضوع رو مطرح نکنه، مامان در مورد اینا حرف نزنه. کلی از این حرفا به من زد. برای اینکه باباش عصبانی نکنیم کلی به ما سفارش کرد. اینطور که فهمیدم اون شب مهمی برای شما دوتا بوده. راستش خواستگاری خیلی سخته. اگه بگم اون شب از ترس مردم دروغ نگفتم. لروکس اون پای من. وای خیلی ببخشید اشتباهی شد. من میخواستم پاهامو بذارم روی هم دیگه، اینجوری اشتباه شد.
بالاخره دختر بهمون ندادن. اما سمی گفت اول باید برین دانشگاه. گفت شما هنوز بچه این. بعد ما رو فرستاد خونه خودمون. البته آدم منطقیه. لروکس خانمم خیلی شبیه دختره سر به هوا نبوده، اما احتمالاً دوران دبیرستان راحت‌تر تصمیم گرفت. اینطوری نگین، یعنی راحت نبود. میدونی وقتی اینطوری میگی آدم اشتباه برداشت میکنه. ما اونو به نیت بچگی اونطوری کردیم، یعنی راستش ما اون شب برای اینکه یه جمع اجتماعی رو تجربه کنیم این کارو کردیم. فهمیدم. یعنی اون دور زمانه همچین تمرینایی می‌کردین؟ این موضوع فرار از پنجره آشپزخونه مدرسه هم یه نوع تمرین اجتماعی بوده یا تمرین فیزیکی؟ آره تمرین فیزیکی. آره چه ربطی داره آخه؟ دوران دبیرستان بود، چه تمرینی آخه؟ انگار سر میز داریم کار گفتی میکنیم. میز یاد چیز افتادم. یادت تو موشک درست میکردی؟ آره یه بار هم زدی حیاط پشت مدرسه رو سوزوندی، همه چی رو اونجا جا گذاشتی. چه جالب. خیلی دوران اکتیوی داشتی. این دوران دبیرستان شما چه خوب بود. آره درسته. دلم برای اون روزا تنگ شده. تو هم دل تنگ میشه روز؟ نه بابا عزیزم، خیلی بهمون تکلیف میدادن. من الان دیگه نمیتونم تکلیف انجام بدم. من دیگه با اجازهتون برم. پیش دوستان میبرم. موقعی اومدن یادم رفت ازشون کلید بگیرم. دیر میشه، مجبور میشم از خواب بیدارشون کنم. خواهش میکنم پا نشو، پیش دوستات بشین. راستش اگه منم برسونی خونه خیلی خوب میشه. من خیلی خستم. بهتره بمونین لروکس خانم. من و آیدا خانم در مورد پروژه حرف میزدیم، اینطوری نظر شما رو هم میپرسیم. باشه، پس شب همگی بخیر. واقعا خیلی خوش گذشت. تا زمانی که من اینجام حتما دوباره دور هم جمع. البته چرا که نه. شب بخیر. من بعد رقت میکنم. باشه. خب دمیر خان من دیگه برم. در مورد پروژه حرف زدیم، بقیه طرح‌ها هم تو خونه تکمیل میکنم. البته آیدا، خیلی ازت ممنونم. ببخشید تو هم تا این موقع شب اینجا نگذاشتم. نه جون هم، من بابت شما ازتون ممنونم. فردا میبینمت. شب خوش. آردا بابت شام ممنونم. دمیر آدم متفاوته. آره همینطوره. این یه آدم خیلی خاصه. زیادی سوال میپرسه، برای اینکه میخواد کارمنداشو خیلی بهتر بشناسه. خودتو خسته نکن لروکس، من فهمیدم. به هم میاییم. نه بابا دیگه اینو از کجا در آوردی؟ عجبا. دوستت داره، بهت حسادت هم میکنه. در ضمن حسادتش معمولی هم نیست. برای همین تا برای سرم نیامده من یواشکی فرار کنم. خیلی خوشحالم که دیدم. منم ممنونم بابت درکت. بیا. میبینم. به سلامت. وا آیدا کجا داری میری؟ لروکس جون ابراهیم اومده تو خونه منتظرمه. برای همین من دیگه برم. خب دیگه فعلا عزیزم، میبینمت. بعدا باید حساب اینو به هم پس بدی، شنیدی؟ آره برو. ای خدا تو چرا داری منو امتحان میکنی آخه؟ وای الان باید 1000 تا توضیح بهش بدم. هی میخواد سوال بپرسه، همش بهم کنایه بزنه، همش سرکوب بزنه. کی میخواد با اون سر و کله بزنه؟ نگران نباش لروکس جون، در مورد اینا تو خونه حرف میزنم، اینجا نمیپرسم. کی بهت گفت که من میخوام باهات حرف بزنم آخه؟ حالا میبینی که حرف میزنی یا نه؟ تو قهوه‌ت شیر بریزم؟ نه ممنونم.
این آهنگو خیلی دوست دارم. نباید اتفاق میافتاد. رقصیدنمون وقتی به هم نزدیک میشیم همه چی به هم میریزه. این وسط نظم و نظامی وجود نداره، هیچ وقتم نبوده، اما باید باشه. شب بخیر، من میرم بخوابم. داری از صحبت کردن فرار میکنی مگه نه؟ به هر حال صبح بازم تو این خونه بیدار میشی. سر کارم با هم، تو خونه هم با هم. فکر میخوای فرار کنی ها؟ چه فراری آخه؟ چرا باید فرار کنم؟ نه، من برای چی باید فرار کنم؟ مگه کاری کردم ها؟ نمیدونم، شاید یه چیزی هست. یعنی تو سعی کردی دوست پسر سابقتو به اسم دوست دبیرستانیت معرفی کنی، بعدم طوری رفتار کنی که انگار با هم دوست صمیمی هستین، بعدش هم با ایشون مخفیانه برو بیرون شام بخور، بعدش هم وقتی مچتو گرفتن فرار کن برو. چه ربطی داره آخه؟ مگه این مخفیانه بود؟ در ضمن مگه من باید به تو بگم که دارم کجا میرم؟ آره بایدم بگی. هی نه بابا، کی گفته؟ من میگم. تو این چیزی که گفتی و پسندیدی؟ نه اصلا خوشم نیومد. اما تو منو دیوونه کردی، تو منو به این نقطه رسوندی. من از این وضعیت راضیم نه، اما اگه قرار رابطه ما اینطوری باشه پس بفرما بگیر اینم رابطه. چطوره پسندیدی؟ آخه هنوز در مورد رابطه داره حرف میزنه. ببین دمیر جون، من تک تک برات تعریف میکنم. یک، این وسط رابطه‌ای در کار نیست. تو کسی هستی که تو این خونه مجبورم باهات زیر یه سقف زندگی کنم. همین. همه دوستاتو میبوسی همینطوری که منو بوسیدی؟ هی پرو نشو. دوم، موضوع ایلولو با هیچ قاطی نکن، فهمیدی؟ اون عشق سابقته، حتی نامزد سابقت. اما آردا فقط با من. آره ادامه بده. آردا فقط چیه تو بود؟ بگو. آردا فقط تو دبیرستان با هم بود، یه کاری که همه میکنن. پس برای همین اومده بود برای خواستگاری تو. البته راست میگی. وای چه خواستگاری در کار نبود. ببین خانواده من خانواده آردا رو میشناخت و وقتی فهمیدن ما با هم دوستیم خواستن در موردش حرف بزنن، یعنی خواستن اونا هم در جریان باشن. همین. اما این موضوع تو خونه لیلا خانومی نه اصلا اینجوری مطرح نکردی. اونجا خیلی با هیجان تعریف می‌کردی که وقتی اومده بودن خواستگاری من قهوه تموم شد. دمیر اون موضوع ربطی به آردا اینا نداشت، فهمیدی؟ وایسا کجا داری میری؟ وایسا تازه داره داستان شروع میشه. لرکس خانم بفرمین تعریف کنین. خدا میدونه چند تا خواستگار دم در صف. اما تو گفتی اون حرفایی که بهم گفتی اصلا برات مهم نبودن. ببین آدما به هم اهمیت میدن، درست نمیگن؟ واقعا وقتی اینطوری تو ششت میکنن اهمیتی بیاره. ببین حالا به یه نقطه رسیدیم. چه حسی داره؟ چه جور حسیه؟ الان منم همه جا رو به هم بریزم خوبه و داد بزنم از من چی میخوای؟ اولا اون یه واکنش یهویی از روی عصبانیت بود. در ضمن من بابت اون ازت معذرت قبول نشد دوست عزیز. معذرت خواهی نکن. آهان هرگز دیگه منو بوس نکن. تو میبوسی بعدش معذرت خواهی میکنی و بعدش هم میری. اما الان جایی نمیره. دوتامونم میریم. در ضمن در پنجره هم قفله. جدا عزیزم بلا بدور باشه دیگه تموم شد رفت پی کارش. همینطوری تموم نمیشه. من قرار بود با آردا شام بخورم و برگردم. آخه چرا اینقدر بزرگش کردی ها؟ در ضمن موضوع آردا رو اصلا قاطی موضوع ایلول نکن. الانم من دارم میرم تو اتاقم بخوابم. باشه برو بگی بخواب. انگار میتونه بخوابه. البته که میخوابم. بشین و تماشا کن که چجوری میگیرم میخوابم. خوبه؟ برو کابوساتو ببین، عقلت یه سر جاش. خب الان آردا میره، فردا اون یکی میاد. چی میخواد بشه؟ نه دیگه من نفر بعدی و کتک میزنم، این قطعیه.
حسن خانم میدونه که تو انداختیش زندان؟ سریع بیا به این آدرسی که میفرستم. یلدریم خان؟ چی شد براک؟ آخرین باری که منو تو دفترم تهدید کردی و رفتی خیالت راحت بود. ببین الان رنگت پریده. حسین خانم مشتری ما بود. چند بارم باهاش جلسه داشتیم. همین ما هم از روزنامه ها جریان زندانشو فهمیدیم. کمک کرده پروژه شرکت ما رو بگیری. در قبارش خواسته براش پولشویی کنی مگه نه؟ وقتی هم دیدین راه چاره ای ندارین انداختینش زندان. اینم فکر خوبیه. چرا قبلا این نقشه به ذهن خودمون نرسید؟ ببین پسر، من خیلی بیشتر از سن تو دنیای تجارت هستم. هرکی خودتو خسته نکن. همیشه ردی میمونه. فقط کافیه یکم تحقیق کنی. اگه من تونستم پیدا کنم، پس با یه تحقیق درست حسنم میتونه به تو برسه. چی میخوای؟ با غرور دخترم بازی شده. با غرور منم بازی شده. دقیقاً وقتی فکر میکردم رابطمون خوب شده، باز آلارا رو از دست دادم. اون یارو دمیر ارندیل، تا اون همه چیزشو از دست نده من بی خیال نمیشم. داره کارشو از دست میده. به لطف همه داریم کارمون از دست میدیم. دیگه لازم نیست کاری کنیم. کارشو نگفتم، همه چیزشو گفتم. هر چیزی که براش ارزش قائله، کارشو، شخصیتشو، اعتبارشو، عزیزانشو. مشکل تو با دمیره. عزیزاشو قاطی این ماجرا نکن. چون با منم همین کارو کرد. آلارا دیروز تو یک کلینیک تو آمریکا بستری شده. دخترم مشکل روانی پیدا کرده. میدونی چرا؟ چون اونو بازی دادن، مسخرش کردن. دمیر و عشقش. اون چه ربطی به این موضوع داره؟ در تمام اون زمان دمیر با لروکس خانم زندگی میکرده. وقتی به دخترم امید میداده و برای اینکه پروژه منو بگیره با احساسات دخترم بازی میکرده، با یه زن دیگه ای بوده. اون دو نفر تاوان این کارشونو پس میدن. ساکت شو براک، ساکت شو. صدات نکردم اینجا تا به حرفای تو گوش بدم. تو باید به حرفای من گوش بدی. ببین بهت میگم که باید چی کار کنی. همه اطلاعات مربوط به دمیر رو میخوام. چی کار میکنه، با کیه، خانوادش کجان، همه چی رو باید بفهمی. هر کاری رو ازت میخوام باید انجام بدی. اگه نکنم آدمای اسنو میفرستی سراغم؟ ها؟ آره؟ هر کاری میخوای بکن. همونطوری که قبلا نجات پیدا کردم بازم خودمو نجات میدم. ایلول گندوزلی چی؟ دختر فکرت خان. میبینم خیلی با هم صمیمی شدین. باباتون با هم دوست؟ ایلول دختر خوبیه. معلومه تو هم یه حسایی بهش داری. اون گناه نداره؟ ببین میتونی منو تهدید کنی، دمیر رو هم میتونی. عزیزامونو قاطی ماجرا نکن. انقدر نامرد نشو. برای اینکه از اونا محافظت کنم کارایی میکنم که حتی به ذهنتم نمیرسه. ببینم فردا میتونی اینطوری با من حرف بزنی؟ دوبله شده در استودیو جم. آخه من چرا دیروز از رو اون کلیدا برای خودم نساختم؟ آخه این چه کاریه؟
داریم چی کار میکنیم آخه؟ دمیر نمیذاری من برم، میدونم. من که نمیخواستم برم، اصلا نمیتونم برم. تو هم نمیتونی بری. میدونی چقدر سخته که تو رو بغل نکنم و همش تلاش کنم ازت دور بمونم دمیر. پس من دارم با خودم میجنگم. تو هم گرفتی خوابیدی. من دارم تلاش میکنم از اینجا برم. چرا؟ خب یعنی چراشو دیگه من خودمم خیلی نمیدونم، اما خب عصبانی شده بودم. آره، به عنوان کسی که حق داشت خیلی عصبانی شده بودم و خیلی هم حق داشتم. خب الان چرا الان برام مهم نیست؟ تو نخوابیدی؟ آره؟ منم که هرچی تو ذهنم بود و با صدای بلند گفتم. آره؟ سر صبحی بازم خیلی خوشگل شدی. چون اون حرفا رو زدم داری اینطوری میگی؟ نه، چون همیشه خوشگل. حالا که تو این کلیدا رو پیدا کردی، از اینا همیشه برای برگشتن به خونمون استفاده کن. برای برگشتن پیش من. نمیتونم که برم. خب نرو. زود باش، بلند شو، پاشو آماده شو، باید بریم شرکتمون رو نجات بدیم. زود باش. لروکس، یه لحظه وایسا. چیه؟ الان همه اینا واقعی بودن؟ آره؟ یعنی وقتی من میرم هموم تو فرار نمی کنی بری؟ آره؟ نه، همچین کاری نمی کنم. اما یه لحظه، اگه من شب اومدم خونه نباید بگی کار دارم، باید برم پیش وداد، بعد سر از خونه یکی دیگه در بیاری. فهمیدی آقا دمیر؟ البته که فهمیدم. خوبه، چون اگه یه بار دیگه همچین کاری بکنی از این خونه نمیرم. این خونه رو سرت خراب میکنم. نه بابا. زود باش، برو حاضر شو، زود باش، دیرمون میشه. بعدش با هم تو رستوران روبرو شدیم. منم با خودم میگم چه تصادفی. بعدش هم رفتیم سر میزشون نشستیم. من گفتم نمیخوام یه خیال این قضیه نمیشه. تازه آرزو قبلا برای خواستگاری لروکس اومده بود. وای وقتی دمیر خانی نشانید بعد جوری حسودی شد. پشت سر هم سوال میپرسی. نه بابا. ای خدا، من به چیا دارم گوش میدم؟ آخه چرا؟ ابراهیم تو هم ببخش، همش ما رو تو این وضعیت دیدی، اما مشکلات ما که اصلا تمومی نداره، باید تحمل کنیم. آره دقیقاً همینطوره. بعضی وقتا میدونی با خودم چی میگم؟ میگم این دختر رو بدزدم از اینجا ببرم. نه، من دوستمو نمیدم. خب تو هم بیا. وای، لروکس هم باید ببریم، بدون اون نمیشه. باشه، دمیرم دنبالمون بیاد. اما بدون ودات نمیشه. اون بدون ودات نمیتونه بیاد، اونم بیاد. نه، من منصرف شدم. چی شد؟ نمیخوای بدزدی؟ تو رو خدا ببینش، این از خداشه. من باز میکنم. این چیه مروه؟ برو فرسته. چی داری میگی؟ مگه اون آنتالیا نبود؟ مروه نکنه واقعا داره برمیگرده. های خدا کنه. مگه چی شده؟ بالاخره برو داره عاقل میشه. وای من خیلی هیجان زده شدم. از آنتونیو برام گل فرستاده. این بچه دیوونه است. ببین یادش چیزی نداره. آره هست. مروه زن خوشگل من، اصلا لیاقت تو رو نداشتم. نمیتونم چیزی رو حل کنم و دیگه واقعا خسته شدم. تصمیم گرفتم هم تو رو و هم خودم رو آزاد کنم. نخواستم با یه پاکت اینو بفهمی.
این گلا آخرین گلی هست که برات میفرستم. یه چند روز دیگه برگاهی طلاقم به دستت میرسه. امضاش کن تا تموم بشه. واقعا تو رو خیلی 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 دوست داشتم. تو لایق بهترینایی و من بهترین نیستم. نمیتونم باشم. خوشبخت باشه. برو. مروه آروم خوبی مروه؟ ابراهیم میشه بشونیش. بیا اینجا، بیا مروه بیا. چیزی نیست، خوبم. نمیخوای بگی که صبح برای خریدن گل رفته بودی بیرون مگه نه؟ تا نزدیکای صبح فکر خوبی بود. بعدش چی شد؟ از اون چیزی که انتظارش رو داشتم خرید گل خیلی طول نکشید. گل فروشا خیلی زود باز میکنن. انقدر زود برگشتم که نخواستم سر و صدا کنم و تو رو بیدار کنم. یعنی تا الان تو حیاط منتظر موندی؟ از دیشب به بعد نمیخواستم تنها از خواب بیدار بشی. باشه، مهم نیست. مهم نیست؟ یعنی واقعا چون بیدار شدن با تو برای من خیلی مهمه. میخواستم صبحونه رو درست کنم بعد از خواب بیدارت کنم. پس دفعه بعد میتونی کلید رو با خودت ببری. دفعه بعد سنگم از آسمون بباره با هم از خواب بیدار میشیم. مروه حالت خوبه؟ آره خوبه. اینو برای تو آوردم. تو برو بشین من الان میام. خب ابراهیم پسر چه بلایی سر این دختر اومده؟ یعنی یه چیزی شده کاملا مشخصه؟ داداش برو این گلا رو براش فرستاده. قراره چند روز دیگه برگه‌های طلاق دستش برسه. قبل از اینکه اون برگه‌ها بهش برسه خواسته اینطوری بهش خبر بده. خواست بیاد پیش تو، منم آوردمش اینجا. آیدا رفت شرکت گفت خیلی کار داره. البته همیشه تو اینجور موقعیت ها خبرهای بد میاد. تو را من نمیدونستم چی باید بهش بگم.
نتونستم جلوی اون بهت زنگ بزنم. بذار باهات حرف بزنه. من اینجا منتظر میمونم، بعدش میرسونمش شرکت. چرت نگو پسر، چه لزومی داره ها؟ تو برو به کار زندگیت برس. با خانواده‌اش آشتی کرده؟ خبر داری؟ تا اونجایی که من میدونم ندادش. فهمیدم. پس میسپرمش به تو داداش. اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزن. دمت گرم. من میخواستم اینو بشکنم، میخواستم بزنم تیکه تیکش کنم، اما هر کاری کردم نتونستم. آخه این گل بیچاره این وسط چه گناهی داره؟ اما نمیتونم من بهش نگاه کنم. اگه تو بذاریش کنار بقیه گلا دیگه مثل من احساس تنهایی نمیکنه. مروه، میدونم الان خیلی ناراحتی. آدم اون اولش یه حس ترس هم داره که قراره چی بشه، من چی کار میخوام بکنم. اما بعدش یواش یواش همه چی به حالت عادی برمیگرده. من اینا رو تجربه کردم، خیلی خوب درکت میکنم. آره، خب تو هم قبلا طلاق گرفتی. راستش برای همینم خواستم بیام پیش تو. یعنی من الان باید یه وکیل برای طلاقم بگیرم مگه نه؟ آره؟ یعنی فکر کنم با امضا کردن برگاه همه چی تموم نمیشه. خب میگم باید مثل متهما دادگاه هم برم ها؟ مثل یه حس بهش فکر کن. الان داره رو سرت خراب میشه، اما بعد کم میشه، یهویی کم میشه، همه چی خیلی زود و سریع تموم میشه. مثل یه سرگرمی کوتاهه، اصلا نمیفهمی کجایی، چی کار میکنی، اما بعدش درست میشه، همه چی درست میشه. از اولش هم معلوم بود بالاخره اینجوری میشه. بدتر از همه این که بورا گفت با وکیل حرف زده، بعد یه مدتی گذشت و خبری نشد. برای همین این مروه بیچارم یه خورده امیدوار شده بود. ابراهیم مروه رو برد گلخونه، گفت میخوام اون گلی که بورا براش فرستاده رو بذارم اونجا. یعنی یه کم دیر میاد شرکت میخوان. من به بوراکم خبر میدم. فعلا چیزی بهش نگو، بعدم با بوراک حرف میزنی. یعنی به جز ما کسی این موضوع نفهمه. همه میخوان برای مروه دلسوزی کنن، اصلا حالش خوب نمیکنه. باشه، خسته نباشی. خوبی؟ نیستم، هیچ چیزم خوب پیش نمیره، دیگه خسته شدم. همه چی درست میشه، بالاخره همه چی درست میشه، مگه نه؟ همینطوره مگه نه؟ اوف، دلم برای بغل کردن تنگ شده بود. بله معلومه دل تنگ میشی. دمیر خیلی ببخشید. بیا از من. ببخشید دمیر خان، مزاحم شدم اما همه تو اتاق جلسه منتظرتونم. باشه الان میای. اینا که مشکلی نداره، منم تفاهم زدم. صبح همگی بخیر.
در مورد کار گالری دیروز خیلی خوب کار کردیم. امروز همه ایده هامون رو تکمیل میکنیم تا فردا به مشتریمون ارائه بدیم. من دیروز باهاشون حرف زدم، همه چی خوب پیش میره. بفرمایید. اگه بتونیم امروز طرح‌ها، نقشه‌ها و بودجه کارو تکمیل کنیم، فردا تایید نهایی رو ازشون میگیریم و شروع به کار میکنیم. میخوام یکم صبور باشین. میدونم خسته هستین، اما مجبوریم با همین انرژی و دقت کار رو ادامه بدیم. کسی سوالی نداره؟ دمی خان، چی شده عزمی خانم؟ پلیس از بخش فساد مالی اومده. دوبله شده در استودیو جیم. اینجا چه خبره قربان؟ کسی به کامپیوتر و پرونده ها دست میزنه. همتون باید بازجویی بشین. دمیر، میتونم دلیلشو بدونم؟ دمیر ارندیل، بوراک یانگر، فرخ اوزالدیر، شماها باید بیاین اداره پلیس. شماها نباید میرفتین و باهاشون حرف میزدین؟ حتما نباید حرف میزدیم، چون خبرمون نکردن. وای خدا کنه باز دعواشون نشه. چند روز پیش تو اتاق دمیر خان داده بیداد کردن. تو نمیتونی وارد این خونه بشی. از اون طرف دور بزن بیا تو حیاط. شوخی میکنی؟ برای اینکه این تیکه ها رو به هم بچسبونم خیلی زمان نمیبره. تو باشگاه بهم نشون دادی که میتونی صادق باشی. الان دقیقاً وقتشه. هیئت مدیره گفت که میخوان یه جلسه برگزار کنن و یه تصمیمی بگیرن. فهمیده که با هم اینجا زندگی میکنیم. این موضوع هیچ ربطی به لروکس نداره. به ایلولم ربطی نداره. اما گفت اگه کمکش نکنم به ایلولم آسیب میزنه. چطور ممکنه؟ یعنی چی بردنش؟ چی میگی؟ دستگیرشون کردن؟ مثل کاپیتانی که با قایقش داره غرق میشه. اومدم که با آرتمیم هم غرق بشم. تو لروکس هم با مافیا سر یه میز نشوندی؟ لروکس، من، ایلول، چطور تونستی کارمندای آرتمیمو تو همچین کثافت کاری بکشونی؟ ایلول همچین کاری نمیکنه. معلوم نیست با دختره چی کار کردی که میخواست هر چی زودتر موضوع جریمه رو حل بکنه و بره. بوراک